دلیل سوختن 90% لامپ ها که تا حالا کسی بهتون نگفته. اگه لامپ های خونت زود میسوزه 90% مشکلش اینجاست. پس با این ویدیو همراه من باش. قبل از اینکه بخوای لامپ رو به سرپیچ وصل کنی حتما یک فازمت دستت بگیر و اینجوری سرپیچ لامپ رو تست کن. دقت کن سیم فاز باید حتما به پیچ کف سرپیچ متصل باشه، نه به پیچ بدنه سرپیچ. حالا اگه اشتباه بسته شده باشه چه اتفاقی میفته؟ شما بهترین لامپ و با کیفیت ترین لامپ دنیا رو هم به این سرپیچ ببندید، خیلی زودتر از عمر مفیدش میسوزه و حتی عمرش نصف میشه. چرا؟ چون اگه سیم فاز به پیچ بدنه متصل باشه باعث داغ شدن بیش از حد بدنه این لامپ میشه و در نتیجه لامپ طول عمرش نصف میشه. حتما سیم فاز باید به پیچ کف سرپیچ متصل باشه تا این لامپ طول عمر مفید خودش رو داشته باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و فالو یادت نره. همراه ما باشید تا ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنیم.